سلام به دختر پسرای گل پایه نهم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با صفحه 17 علوم در خدمتتون هستم. بچه ها توی ویدیوهای قبلی در مورد مواد خیلی صحبت کردیم که اگه بخوام یه خلاصه‌ای بگم، مواد دو دستن، یا عنصر هستن یا ترکیب. عنصرها اون موادی هستن که فقط از یک نوع اتم تشکیل شدن. مثل چی؟ مثل آهن که فقط اتم آهن داره، یه نوع اتمه. یا مس یا اکسیژن یا آلومینیوم، اینا همه فقط یک نوع اتم دارن، به خاطر این بهشون میگیم عنصر. اما دسته دوم مواد ترکیب ها هستن که دیگه یه نوع اتم ندارن، دو نوع، سه نوع، چهار نوع یا بیشتر. مثل چی؟ مثل آب. آب از دو نوع اتم تشکیل شده، اتم اکسیژن و هیدروژن. یا مثلا نمک خوراکی که باز اونم از دو نوع اتمه، سدیم و کلور. حالا این ترکیبا خودشون بچه دو دستن، یا ترکیب های یونی هن یا ترکیب های مولکولی هن. توی ترکیب های یونی ما یون داریم. یون چیه؟ توی ویدیو قبلی بهتون گفتم یون اتم های بار داره. مثلا اتم ها یا الکترون گرفتن و بارشون منفی شده، الکترون اضافی منظورمه ها، وگرنه در حالت عادی تعدادی الکترون دارن که چون با پروتون هاشون برابره همدیگه رو خنثی میکنن، ما میگیم باردار نیستن، در حالت عادی خنثی. ولی توی این ترکیب های یونی اتم ها یا الکترون اضافی میگیرن که دارای بار منفی میشن، یا الکترونشون رو از دست میدن و اون تعادل بین الکترون و پروتون هاشون به هم میخوره، بارشون مثبت میشه. پس توی این ما اتم های باردار یا همون یون ها رو داریم. اما توی دسته دوم که ترکیب های مولکولی هستن، ما دیگه اتم باردار نداریم، ما مولکول داریم. حالا در ادامه میخوایم اینا رو بیشتر باز کنیم مباحثشو و ببینیم مثلا اینا چطوری به وجود میاد، خاصیتاشون چیه. فقط اینو بدونید که ما دو تا ترکیب داریم، یونی و مولکولی. اینا اتم باردار دارن، اینا اتم باردار ندارن، فقط مولکول دارن. خب بریم سراغ ادامه. اینجا هم چیز خاصی نیست. ببینیم مثلا یه واکنش شیمیایی چطوری رخ میده و اتم ها چطوری با هم ترکیب میشن و بعد ادامه بحث. یه سوال برای این بنویسید واکنش شیمیایی چه زمانی رخ میدهد و در نتیجه آن چه چیزی تولید میشود. میگیم هرگاه اتم ها در شرایط مناسب در کنار هم قرار بگیرند، یک واکنش شیمیایی بین آنها رخ میدهد و مواد جدیدی تولید میشود، به طوری که خواص فراورده ها با واکنش دهنده ها تفاوت دارد. پس بچه خیلی ساده است. اگر اتم ها توی یه شرایط مناسبی کنار هم قرار بگیرن، شرایط مناسب یعنی چی؟ یعنی مثلا دما مناسب باشه، فشار مناسب باشه و خیلی چیزهای دیگه. اون وقت توی این شرایط اتم ها چون کنار هم هستن به راحتی با هم واکنش میدن و چی میشه؟ در اثر این واکنش اینا ترکیب میشن دیگه. پس یه ماده جدید تولید میشه. مثل چی؟ مثل این سدیم که اینجا با کلور توی یک شرایط مناسبی قرار گرفته، بعد با همدیگه ترکیب شدن، واکنش دادن، یه ماده جدید به وجود اومده که همون نمکه. پس نمک روز اول نمک نبوده، سدیم و کلور توی یه شرایط مناسب با هم واکنش دادن، تبدیل شدن به نمک. حالا نکته‌ای که وجود داره که خیلی مهمه اینه که میگه خواص فراورده ها با واکنش دهنده ها تفاوت داره. الان واکنش دهنده ها اینا هن، چون اینا دارن واکنش میدن دیگه، اینا میشن واکنش دهنده. این هم میشه فراورده. میگه خواص فراورده ها متفاوته. ببینیم متفاوت هست یا نه. الان این کلور گازه ولی این گاز نیست. خب ببینید الان یه تفاوت، یه خاصیتی که بین این دوتا در واقع متفاوته. یا سدیم فلزه ولی این نمکی که ما اینجا داریم فلز نیست اصلا. پس خواص اون چیزی که به وجود میاد با اون واکنش دهنده ها خیلی فرق داره بچه ها. این از این. بریم سراغ ادامه. البته من نباید اینو می نوشتم ولی اشکال نداره. حالا میخوایم ببینیم که نمک سدیم کلورید یا همون نمک خوراکی که الان بالا توضیحش دادم چطوری به وجود میاد. این سوالو بنویسید: نمک سدیم کلورید یا نمک خوراکی چگونه تولید میشود؟ جوابش هم بچه ها این میشه: فلز براق سدیم که از اتم های سدیم تشکیل شده است با مولکول های گاز کلور واکنش داده و نمک سدیم کلورید تولید می شود.
حالا در این تغییر شیمیایی گاز زردرنگ و سمی کلور و فلز خطرناک سدیم به سدیم کلورید، زیرش بنویسید نمک خوراکی، در واقع سدیم کلورید سفید رنگ تبدیل شدن. توی این خط آخر داره تفاوتاشون رو در واقع میگه. ببینید میگه گاز زرد رنگ سمی، خب اون سدیم کلوریده یا اون نمکه نه گازه نه زرد رنگه و نه سمیه. یا اینجا گفته فلز خطرناک سدیم تبدیل شده باز به یک نمکی که خطرناک نیست و اصلا نیاز بدن ماست. خب اینا بچه ها از این. حالا برای این قسمت آخر هم باید یه سوال بنویسید در نمک سدیم کلورید چه چیزهایی کنار هم قرار گرفتن؟ جوابش این میشه در این نمک یونهای مثبت و منفی کنار هم قرار گرفتن. یه توضیح کوتاه میدم ولی خب توی صفحه بعد خیلی بیشتر در موردش بحث میکنیم. فقط بچه ها قبل از اینکه من این توضیح رو بدم بهتون بگم این شکل مربوط به این سوال قبلیه. موقعی که دارین این جوابش رو میخونید اون شکلش هم به خاطر بسپارین، یه وقتی لازم میشه. حالا برسیم به این که توی سدیم کلورید یعنی چی که یونهای مثبت و منفی کنار هم قرار گرفتن؟ ببینید سدیم یه اتمه، این سدیم، این هم کلوره، این هم یه اتم دیگه است. در حالت عادی این تعداد الکترون پروتوناش با هم برابره، پس میگیم خنثی در حالت عادی، یعنی اتم بارداری نیست، پس اسمشو نمیتونیم یون بذاریم. این هم همینطور، این هم در حالت عادی خنثی. اما زمانی که اینا کنار هم قرار میگیرن و یه شرایط مناسبی وجود داره، این میاد یه دونه الکترون میده به این، پس چی میشه؟ این بارش منفی میشه. اینی هم که الکترون از دست داده دیگه تعداد الکتروناش از پروتوناش کمتره، پس این هم مثبت میشه. بعد این بار مثبت و این بار منفی چون غیر همنامن همدیگه رو جذب میکنن، این دوتا کنار هم قرار میگیرن. پس ما الان یه یون مثبت داریم، یه یون منفی که کنار همن. به خاطر این میگه توی این نمک یونهای مثبت و منفی کنار هم دیگه هستن. اینم از این. حالا قسمت آخرم بچه‌ها یه آیا میدانید اینا جزء مطالب امتحانی نیست، خودتون برای اطلاعات عمومی خودتون بخونید اینا رو، ولی خب جزء مطالب امتحانی هم نیست. امیدوارم که مفید بوده باشه. لطفا ویدیو رو حتما لایک کنید و کانال هم دنبال بکنید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.